بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ما و شما هفته دومی رو شروع کردیم در ترجمه اعتقادی قرآن عظیم الشان از آیت 187 سوره البقره و ما و شما بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، در آیت 187 سوره بقره که ما و شما انشاءالله ایره میخوانیم به ادامه امو موضوع رمضان و روزه هست و انسان مسلمان هر وقتی که قرآن عظیم الشان در مقابلش می باشه و آیات قرآن می خوانه به یک چیزی بسیار متوجه باشه که هر حرف ازی و هر کلمه ازی و هر امر ازی از جانب الله متعال است و ما باید با بسیار ادب احکام الله را بشنویم و عقیده خود جور بکنیم. اگر اشتباهاتی داریم اشتباهات خود جور بکنیم، اصلاحاتی که در وجود ما هست باید اصلاحات بیاریم و به هر آیت قرآن کوشش بکنیم که عمل بکنیم. وقتی که میفهمیم لازم است که او را عمل بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال میفرماید که احل لکم، حلال کرده شده هست برای شما لیلة الصیام، در شبهای روزه، در شبهای ماه مبارک رمضان، الرفث الی نسائکم. الرفث الی نسائکم یعنی همبستری با همسرانتان. قبل از او اجازه نبود و الله متعال به خاطر آسانی بر مسلمان ها شبهای ماه مبارک رمضان برشان آزاد گذاشت که اگر شما نمیتونین از طرف روز با همسرانتان نزدیک شوین، پس شما میتونین که شبهای رمضان ای برتان اجازه هست. هن، همسران شما، لباس لکم، به مثابه یک لباس است برای شما. و همین قسمی که انسان توسط لباس عیبهایش پوشیده میشه. وقتی انسان برهنه باشه و شخصیت از او و بسیار ضعیف معلوم میشه. وقتی انسان برهنه باشه بسیار عیبهای انسان آشکار میشه. میگه اینمی قسم که لباس عیبهای شما را میپوشانه، همسران شما هم مثل لباس هاست برای شما و انتم و شما هم مانند لباس هستین. اینجا منظور نیست که حالا ما لباس از اونا شدیم. بعضی کسا و بیدینا بعضی اعتراضای بی جای میکنن. میگه که مثل که لباس انسان از ستر میکنه و میپوشانه از عیبها و چشم دیگران را بند میکنه از دیدن اعضای عورت وجود انسان. به اینمی قسم وقتی که شما ازدواج میکنین، همین دو منفعت در ازدواج هم است. منفعت اولی است که عیبهای شما را میپوشاند، دیگران به عیبهای شما متوجه نمیشن، و دومی است که خود شما را حفظ میکنن از امو نظرات و امو خواسته های زشت که چی میباشه در بی‌لباسی میباشه. پس همسران مانند لباس هستن بر یکدیگه خود، نه لباس ظاهری بلکه از نگاه امو خوبی هایی که لباس داره، زیبایی هایی که لباس داره. علم الله، الله متعال میدانه که انکم شما کنتم بودید تختانون، خیانت میکردین وقتی که انفسکم با نفسایتان، یعنی وقتی که بر اجازه نداده شده بود که شما با همسرانتان در شبهای رمضان همبستری بکنین، شما این اشتباه را میکردین یا مثلا در خفایی کار میکردین، خیانت میشد با نفسهایتان. فتاب علیکم، پس الله متعال توبه های شما را قبول کرد، پذیرفت. و عفا نمود عنکم، از شما. فالآن، پس اکنون، باشروهن، شما مباشرت و یا همبستری بکنین با همسرایتان در شبهای رمضان. یعنی این امر چی است؟ مباح است. یعنی مباح است اگر کسی با همسر خود در شبهای رمضان نزدیکی میکنه، امر وجوبی نیست بلکه مباح است. وابتغوا، و شما طلب بکنید ما آنچه را که کتب الله، یعنی کتب الله
آنچه را که الله متعال فرض کرده لکم برای شما و کلوا و بخورید واشربوا و بنوشید حتی تا زمانی که یتبین معلوم شود لکم برای شما الخیط الابید من الخیط الاسود، تار سفید از تار سیاه. یعنی ما و شما وقتی که صبح صادق میشه یک خط سفیدی در آسمان دیده میشه، میگه به عوض خط سیاهی که است وقتی که یک خط سفیدی بیایه بازو وقت شما دیگه من الفجر از صبح صادق، یعنی شما تا صبح صادق میتوانین که غذا بخورین در ماههای مبارک رمضان و وقتی که صبح صادق شد شما باز از اون وقت چی میکنین؟ ثم سپس اتموا تمام کنید یا تکمیل کنید از صیام روزه تان را الی اللیل تا به شب. و اینجا الی اللیل یعنی تا به شام، وقتی که شب داخل میشه شام میشه. ولا تباشروهن و شما نزدیکی و مقاربت نکنید با همسرانتان و انتم و در حالی که شما عاکفون در اعتکاف باشین فی المساجد در مساجد. پس این حکم برای کسایی که در اعتکاف نیستن بود، اما کسایی که در اعتکاف می باشن اینا شب و روز با همسرای خود نزدیک شده نمیتونه. تلک این است الله متعال میگه که حدود الله، اینمی حدود و احکام و قوانین الله هست. فلا تقربوها، پس شما از این حد تیر نشین. وقتی که یک خانه حدود می داشته باشه متوجه هستین سرحد می داشته باشه، این سرحدی است که الله متعال بر شما تعیین کرده، پس شما از این تجاوز نکنین، نزدیک نشین. فلا تقربوها، پس به مو چیزی که الله شما را منع کرده با او چیزای ممنوعه نزدیک نشین. کذالک این چنین یبین الله بیان میکند الله متعال لآیاته آیات و احکامش للناس برای مردم لعلهم یتقون، شاید که ایشان تقوا اختیار بکنن، با تقوا شون، خدا وقایه بکنن از خرابی ها و بدی ها و زشتی ها در دنیا و از عذاب آخرت و عذاب دوزخ در آخرت. حکم دیگه که الله متعال بر ما و شما میکنه میگه که شما مسلمان ها وقتی که مال در خدمت شما گذاشته میشده باشه شما امی اموال در میانتان به باطل نخورید. ولا تأکلوا و مخورید اموالکم مالهایتان را بینکم در میانتان بالباطل به باطل. به باطل هی است که یک کسی مثلا یک مال یک کسی را بدون جواز شرعی میخوره، به حرام میخوره، به باطل، یا به رشوت یا به خیانت یا به اختطاف یا به دزدی، به سرقت، به هر چیزی که باشه شما مالهایتان را به باطل نخورید. و تدلو و در حالی که شما بیاندازید، از دل و گرفته شده مثل که انسان دوله را میپرته، میگه شما تو نشه که مالها را تدلو بها پرتین این مالها را الی الحکامی با مو حاکمای رشوت خور بر از اونا شما و مال پرتین، باز اونا رشوت شما را بگیره، باز مقابل از او زمین کسی را یا اپارتمان کسی را یا بلند منزل کسی را یا خانه کسی را یا ممتلکات یا کسی را باز را برای شما بده. لتأکلوا تا بخورید فریقا قسمتی من اموال الناس از مال مردم را بالاسم با گناه و انتم تعلمون در حالی که شما میدانین. وقتی که احکام الله براتون بیان شد و شما علمیت هم داشتین باز دیگه شما این کار نکنین، باید به باطل مال کسی را نخورین. و یسألونک عن الاهله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکنن از شما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الاهله در مورد هلال ماها، در مورد مهتاب. قل بگو برشان هی امی ماها که است مواقیت للناس برای وقت شناسی هست، للناس برای مردم، والحج و برای شناخت زمان حج است. یعنی اصلا اما ماهای شرعی و درستی که هست از طریق مهتاب شناخته میشه. مسلمان ها عبادات خدا و محاسبه خدا و ماهای خدا و فرهنگ خدا باید از چی بگیرن؟ از ماهای قمری بگیرن. والحج و همچنان عبادت حج هم از این ماهای قمری گرفته میشه که در کدام وقت در کدام ماه حج است. ولیس البر و نیکی نیست به ان تأتوا البیوت من ظهورها. بعضی ها تو تقوا فکر میکردن که تقوایی است که وقتی اگر تو تقوای زیاد داشتی باز از دروازه خانه داخل نشی، بری از دروازه های کوچک کوچک بی داخل خانه شوی. بعضی مردم ها تو فکر میکردن. الله متعال گفت که این تقوا نیست، نیکی نیست که ان تأتوا البیوت
ای که شما بیاین به خانه ها من ظهور است، دروازه های عقب آن. ولکن البر، لکن نیکی چی است؟ نیکی هست که من اتقا، کسی که حقیقتا تقوای قلبی داشته باشه. واتوا البیوت، و بیاین به خانه ها من ابوابها، از دروازه هایش. از هر دروازه که شما داخل شوین به خانه هایتان مشکل نداره. واتقوا الله، لکن شما تقوا بکنین، از الله بترسید. لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین. دیگر از احکام و ارشادات الله متعال که از زمان نزول وحی تا روز قیامت حکم باقی هست، ای چی است؟ موضوع جهاد است. الله متعال میگه و قاتلوا، و شما مسلمان ها قتال یا جهاد بکنین فی سبیل الله، در راه الله. یعنی شما باید این فرضیه الله که جهاد فی سبیل الله هست، جهاد قتالی، جهادی که با سلاح و با شمشیر میشه. اینجا چی است؟ فی سبیل الله، در راه الله. این قتال یا جنگی که به خاطر رضایت الله میشه، شما این قتال بکنین. الذین، با کسانی که یقاتلونکم، کسایی که امرای شما می جنگند، کافرایی که سر شما حمله میکنن و یا شما را نمیمانند که دعوت اسلام پیش ببرین و یا سر سرزمین مسلمان ها حمله میکنن، شما به امرای از اونا جهاد بکنین. ولا تعتدوا، لکن شما تجاوز نکنین. تجاوز این هست که اگر یک نفر مثلا ظالم نیست، مظلوم هست، الذین، با کسانی که یقاتلونکم، به امرای شما قتال و جنگ میکنن. ولا تعتدوا، ولکن شما اعتدا نکنین، تجاوز نکنین. اعتدا و یا تجاوز این هست که کافرها بعضی اوقات شهدای مسلمان ها را مثلا بینیشان قطع میکردن یا مثلا اعضای بدنشان قطع میکردن. الله متعال گفت که شما اعتدا و تجاوز نکنین سر زنها، سر اطفال، سر مردمایی که مثلا در جنگ نیستن، مظلوم ها هستن، سر از اونا تجاوز نکنین، بلکه امو جهادتان در مقابل امو قوت های دشمن بکنین که اونا امرای شما می جنگن. و وقتی که اگر اونا را اسیر گرفتین و یا اونا را مثلا کشته شدن، شما باید مثل از اونا ور مثله میگن، بینی بریدن یا گوش بریدن یا به عزتی به کرامت انسان نکنین، بلکه شما حتی امو رسول الله صلی الله علیه و سلم، امو کسایی که در غزوه بدر یا احد از کافرها مردار شده بودن، اونا دفن میکردن. ان الله، و یقینا که الله متعال لا یحب، دوست نداره المعتدین، انسانهای تجاوزکار را. الله متعال در مقابل اینمی ظلم که اینا کردن، مسلمان ها را از خانه هایشان کشیدن، خانه مسلمان ها را از بین بردن، مالایشان را چور کردن، الله متعال بر مسلمان ها اجازه جهاد داد. چون 13 سال اول مسلمان ها در مکه مکرمه حق نداشتن که جنگ بکنن، دعوت میکردن و بسیار صحابه به شهادت رسیدن و بسیار از مسلمان ها خانهایشان چور شد، مالایشان گرفته شد، لکن الله متعال باز برشان اجازه داد، گفت که وقتلوهم، و شما هم به امرای از اینا قتال بکنین و اونا را به قتل برسانین، حیث ثقفتموهم، در هر جایی که اونا را دریافت کردین، و اخرجوهم، و شما هم اونا را متجاوزا را بیرون برانین، من حیث اخرجوکم، همون قسمی که شما را از منازلتان بیرون راندن و میرانن. والفتنه، بعضی کسا میگه که خیلی قتل خو بسیار کار بد است، میگن نه، والفتنه اشد من القتل، یک مسلمان ساختن، مانع دین الله شدن، شریعت الله را مانع شدن، ای از کشتن کرده، ای سختتر است و خطرناکتر است. اگر من یک کسی بیای مرا بکشه، ما اونقدر متاثر نمیشم، میگم من شهید میشم، اما یک کسی که کوشش میکنه که از پیش ما ایمان مرا بگیره، عقیده مرا بگیره، دین مرا بگیره، ای خطرناکتر و سختتر است. الله متعال میگه والفتنه، و فتنه کفر و فتنه ترویج کفر و فتنه که مردم در کفر و گمراهی و در مخالفت با شریعت الله مردم داخل میکنه، ای اشد و سختتر است من القتل، از قتل کرده. ولا تقاتلهم، لکن الله متعال حرمات حفظ میکنه. مثلا میگه بیت الله الحرام که است، یک جای امن است، آرامش است. ولا تقاتلهم، شما به امرای از اینا جنگ نکنین. عند المسجد الحرام،
در حرم شریف، در پیش مسجد الحرام، حتی تا زمانی که یقاتلوکم، هنا خودشان همراه شما جنگ بکنن و سر شما حمله بکنن. فان قاتلوکم، پس اگر اونا شروع کردن قتال و جنگ، حرمت کعبه را، حرمت مکه را، حرمت اماکن مقدسه را مراعات نکردن، فقتلوهم، پس شما هم امرایشان بجنگین. کذالک، این چنین است جزاء الکافرین، اینمی قسم جزای کافرها هست. فان انتهوا، باز اگر از اونا ختم کردن، یعنی تجاوز خود خاتمه دادن، از سرزمین مسلمان ها رفتن، با همراه شما نمی جنگیدن، سر شما تجاوز نمی کردن، فان الله، باز الله متعال، غفور بخشاینده و رحیم مهربان است. باز الله متعال اگر توبه بکنن، همین کافرها رجوع به دین اسلام بکنن و رجوع بکنن از سرزمین مسلمان ها و با مسلمان ها نجنگن، الله متعال باز غفور و رحیم است، می بخشه انسان را. و قاتلوهم، آل میگه جهاد برای چی هست؟ میگه و قاتلوهم، شما فکرتانه مثل فکرهای فلاسفه و مثل فکرهای مردمای بیدین و مردمای بی شخصیت و مردمایی که متاثر به افکار کفری هستن، شما فکرتانه او قسم نسازین، بلکه فکرتانه از قرآن عظیم شان بگیرین. الله متعال میگه جهاد به خاطر ازی فرض شده شما با امرای از اینا قتال بکنین، تا وقتی که کفر و فتنه انگیزی و بیادبی در مقابل قرآن و بیادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیادبی در مقابل مقدساتی از بین بره. و قاتلوهم، و شما قتال و جهاد بکنین، حتی تا زمانی که لا تکون فتنتون، هیچ فتنه باقی نمانه. وقتی که جهاد نباشه، باز تمام فتنه ها زیاد میشه، روز به روز مردم های دیندار جاهلا را کافر میسازن، سر پیغمبر مثلا تجاوز میکنن، سر قرآن تجاوز میکنن، سر مقدسات تجاوز میکنن، سر شریعت الله تجاوز میکنن، با الفاظ بسیار زشت گفته میشه، به مسجد و به خانه الله و به مدارس و جاهای دین تجاوز صورت میگیره و اینا رو مثلا به نامهای زشت و اماکن تروریستی و اماکن غلط توصیف میکنه. الله متعال میگه تا که این فتنه ها کاملا چی شود؟ از بین بره. و یکون الدین لله، و باشد دین یعنی نظام سیاسی، حاکمیت و قانون و شریعت الله باید تطبیق شود. فان انتهوا، پس وقتی که اینا از این تجاوزات خود دور شدن و مانع اقامه نظام اسلام نشدن، مانع خلافت اسلامی و مانع دولت اسلامی نشدن، فلا عدوان، پس تجاوز نیست از طرف مسلمان ها الا علی الظالمین، مگر بر ظالمان. یعنی مسلمان ها همیشه به خاطر حق می جنگن و هیچ وقتی بر کسی که ظالم نباشه تجاوز نمی کنن. الشهر الحرام، یک در زمان رسول الله صلی الله علیه و قبل از او هم در بین مسلمان ها و در بین حتی غیر مسلمان ها از سابق چند ماه بود که به نام ماهای حرام می گفتن. باز در یکی از این ماه ها مسلمان ها بالای کفار در یک موقعیت حمله کردن، بازی خیستن سر مسلمان ها انتقاد میکردن که اگر ما که حمله میکنیم خب کافر هستیم، شما که مسلمان هستین چرا حرمت نگاه نمیکنین؟ الله متعال گفت که الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت ماه حرام حفظ میشه در صورتی که جانب مقابل حرمت این ماه ها را چی کنه؟ حفظ بکنه. والحرمات، و در مقابل امی حرمت ها قصاص گرفته میشه. وقتی که شما بی‌تفاوتی میکنین، شما ظلم میکنین، تجاوز میکنین، این یک درس قرآنی هست که الله متعال میگه که شما مسلمان ها متوجه باشین که عادتا کافرها و بیدینا عادتشان همی هست که همیشه عیبهای خوده، اگر خودشان هزاران نفر کشتن، هزارات طفل کشتن، بسته قریه ها را بمبارد کردن، از بین بردن، بازو را هیچ حساب نمیکنن. اما اگر باز یک مسلمان یک 5 نفر خود از اینا را مردار کرد، باز میخیزن دیگه در تمام رسانه ها و تراک این اسکر بیچاره امریکایی اقدر زن داشت و اشتک داشت و اولاد داشت، زنش بیوه ساختن و شما ظلم کردین. خب آیا کسایی را که شما بمبارد میکنین، شما که توپ ها را نصب میکنین، بسته قریه ها را از بین میبرین، اینا انسان نیستن؟ اینا حق زندگی ندارن؟ الله متعال گفت والحرمات و قصاص، در مقابل حرمت ها قصاص گرفته میشه. وقتی که شما جنایت کردین، تجاوز کردین، ما مجبور هستیم در مقابل اونمو تجاوز شما مقاومت بکنیم و چی کنیم؟ استادگی بکنیم. فمن اعتدا، پس الله متعال امر میکنه، میگه سعی کنین حکم الله چی است؟ فمن، پس هر کسی که
اعتدا تجاوز کنه از کافرها علیکم بالای شما، فاعتدوا علیه پس شما تجاوز بکنین، عمله بکنین بالایشان، به مثل ما معتدا علیکم همون قسم که سر شما تجاوز میکنه. این حکم در مورد کفار است. بعضی از مسلمان هایی که قرآن نمیفهمند لفظی مثلا نموتو میگیرن، اگر یک نفر یک کسی را دشنام میداد، گفتیم چرا این دشنام میتی؟ گفت که این سرمین تجاوز کرد، ما هم تجاوز میکنم، اون مرا دو زد ما هم دو میزدم. این قرآنی قسم نمیگه فمن اعتدى علیکم من الکفار، اگر از کافرها سر شما تجاوز میکنن، سر سرزمین شما را مثلا ارزش سر مقدساتتان، سر معتقداتتان، شما هم سر خودشان حمله بکنین، سر خودشان چی کنین؟ حمله بکنین. فاعتدوا علیه پس شما نیز حمله بکنین علیه بالای او، به مثل ما اعتدى علیکم همان گونه که اونا حمله کردن بالای شما. واتقوا الله، لکن در اینمی وقت هم از الله بترسین، یعنی حتی در صحنه جهاد هم شما باید با تقوا باشین. تقوایی است که شما مخالفت حدود الله را نکنین، به مو اندازه شما حق دارین که الله برتان اجازه دادن. و تقوا همی است که بسیار محتاط باشین. و علموا و بدانید که ان الله یقینا که الله متعال است مع المتقین، به همراه انسانهای متقی هست. انسانهای متقی کی هستند؟ ما و شما گفتیم که یک صحابی را وقتی که پرسان کردند که تقوا چی هست، گفت شما در یک دشت بسیار کلان که در اونجا بسیار خار باشه و سنگ باشه و چیزای مضر باشه، پاهایتان هم برهنه هست، گفت شما در این دشت چه قسم حرکت میکنین؟ او صحابی دیگه گفت من بسیار احتیاط میکنم، اول سیل میکنم که خار نباشه، سیل میکنم که سنگ نباشه، سیل میکنم که چیز مضر نباشه، و چون پای من برهنه است بعد از او قدم من میگذارم. گفت اینمی تقوا هست که هر سخنی را میگی، هر حرکت را میکنی، هر نظری که میکنی، هر چیزی را که گوش میگیری، هر کاری که دستت میکنه، او را باید اول خوب سنجش بکنی که آیا اجازه الله در امی کار هست، باز بعد از شما امی کار بکنین. وقتی که یک انسان هر عمل را که میکنه در اونجا امی قسم تقوا را مراعات میکنه، باز الله متعال میگه که ان الله یقینا که الله به همراه کی هست؟ به همراه متقیان است. یعنی الله، نصرت الله، کمک الله به همراه کی هست؟ به همراه متقیا هست. و انفقوا فی سبیل الله، و شما نفقه بکنین، آیت 195، و انفقوا و نفقه بکنین فی سبیل الله در راه الله، یعنی و انفقوا و انفاق بکنین فی سبیل الله فی الجهاد در جهاد در راه الله، شما مصرف بکنین در راه جهاد فی سبیل الله. و اگر کسی این کار نمیکنه، برای مجاهدین مثلا انفاق نمیکنه، ولا ای چی است؟ ایره الله متعال میگه خدا به هلاکت انداخته. پس عدم انفاق فی سبیل الله سبب چی میشه؟ هلاکت میشه. الله متعال میگه و انفقوا و انفاق بکنین، مصرف بکنین، پول بتین فی سبیل الله در راه الله، ولا تلقوا بایدیکم و خدا نیاندازید بایدیکم با دستایتان الی التهلکه به هلاکت، و احسنوا و نیکی بکنین، ان الله یقینا که الله متعال یحب المحسنین، این نیکوکارا را دوست داره. یعنی بسیاری کسا هستن که در نماز ترا بسیار تیز هستن، در ذکر و گپا هستن، اما وقتی که مسئله جیبش شوه، باز خصوصا انفاق فی سبیل الله شوه که در اونجا کفار هم هر لحظه در تعقیب هستن و در ترصد هستن، باز اینجا بسیار سستی میکنه، باز میگه من بسیار محسن هستم، نیکوکار هستم. الله متعال میگه اینی مردم نیکوکار هستن که فی سبیل الله انفاق میکنه و الله اینی مردم دوست داره. آل نوبت میرسه در این آیات بعدی در مسائل حج و عمره که یک مسلمان وقتی که میخواد حج بکنه و یا عمره بکنه چی شرایط و چی احکامی در شریعت اسلامی بر از او گفته شده است. و اتموا، الله متعال میگه که و شما تمام بکنین، تکمیل بکنین الحج، حج را، یعنی تمام احکام و مناسک حج به شکلی که در قرآن و سنت و در کتاب‌های فقه علما تشریح کردن، شما حجتان به می شکل بکنین و العمره و عمره را هم. ایره که تمام میکنین با چی نیت میکنین؟ بعضی کسا حج و عمره میرن به خاطر به قصد سیاحت، بعضی ها به قصد چکر، بعضی ها به قصد تجارت، بعضی ها به قصد از اینکه بسیار مردم حج رفتن ما هم باید بریم. الله متعال میگه اتمام بکنین، تکمیل بکنین حج و عمره تانه لله، الا برای تخصیص است، یعنی خاص برای الله. یعنی اینجا توحید نیت،
توحید نیت چی است؟ که شما یک عبادت است 100% به نیت رضایت الله انجام میدین. امر به توحید نیت است. فان احصرتم، پس الله متعال میگه اگر محاصره شدین، دشمنا مانع شد که شما به امی حج یا عمره برین، فمستیسر، پس چیزی که بر شما آسان باشه بفرستین، چیزی که آسان باشه. من الهدی، از هدیه. هدیه چی نمیگن؟ ما و شما هر چیز قربانی میگیم، قربانی علیده هست و هدیه علیده است. هدیه یک حیوان است که به خاطر ممانعت از رفتن حج این نتونست رفته، بازو امو گوسفند میفرسته، این قربانی گفته نمیشه، این هدیه گفته میشه. ولا تحلقوا، و شما حلق نکنین یا نتراشین یا کم نکنین رؤوسکم، موهای سرتان را، حتی تا زمانی که یبلغ، برسد امی الهدی، امی حیوانی که ایره حد یا توفه گرفتین در مقابل ازی، محله به محلش، وقتی که در جایش رسید باز بعد از شما چی کنین؟ سرهایتان، یعنی شما خدا از احرام خلاص کنین. فمن کان، پس هر کسی که کان باشد منکم، از شما، مریضن، اگر یک کسی از شما مریض بود، او به اذن من رأسه، یا یک زخم در سرش بود، من رأسی از سرش، کدام زخم داشت سرش، این مجبور شد که پیش از امی رسیدن هدیه ای چی کنه؟ امی سر خدا، موی خدا کم کنه یا تراش کنه. دکتر برش میگه که تو باید این زخم داریم سر تا چیز کن، بازی ففدیتون، باز یک فدیه بده. فدیه چی هست؟ این من صیام تشریح میکنه که فدیه چی است؟ یا روزه بگیره، او صدقه، یا کدام پول صدقه بکنه، او نسک، یا کدام عبادت دیگر، یا روزه بگیره. فاذا امنتم، پس هنگامی که شما در امنیت شدین، فمن، پس هر کسی که تمتع بالعمره الی الحج، کسی که تمتع کرد با عمره به حج. این چی معنی؟ یعنی ما و شما میفهمیم که یکی حج چی هسته؟ یکی حج تمتع هست، یکی قران است. متوجه هستین؟ یکی حج تمتع کدام که اکثر حاجی افغانستان میکنه، و همین حج تمتعی است که وقتی انسان برای حج میره، از قبل از میقات مثلا احرام میپوشه، وقتی که در میقات تیر شد با احرام، اونجا که رسید عمره میکنه، باز پس لباسای خدا میکشه، چند روز اما تو تمتع یا لذت میبره از زندگی نرمال. چرا وقتی که احرام در جان انسان باشه باز بسیار اونجا سختی ها می باشه، چرا در حالت احرام بسیار احکام است. دیگه میگه کسی که تمتع کرد، لذت برد با عمره، که یک عمره کرد، باز بعد از اون لباسای خدا کشید به طرف حج، فمستیسر، پس هان چیزی که آسان است، من الهدی، اینال حاجی متمتع یک حیوان در اونجا چی میکنه؟ ذبح میکنه. مردم ما و شما ایره قربانی میگه، او قربانی نیست، او چی است؟ او امو هدیه تمتع هست، ایره هدیه میگن، این حیوان میشه. فمن لم یجد، پس اگر کسی نیافت امی هدیه را، چی باز بکنم؟ میگه مثلا من اونجا رفتم حج تمتع کردم، لکن گوسفند نیافتم، مال نیافتم، یا پیسهش پیشم نبود، الله متعال میگه به عوض از او فصیام 3 ایام فی الحج، باز روزه بگیره 3 روز در حج در همونجا، و 7 و 7 روز دیگه اذا رجعتم، وقتی که مراجعه کردین. تلک، باز همین کلش چی میشه؟ 10 کامله، 10 روز میشه. ذالک، این حکم برای عموم مردم است. میگه نه، ذالک لمن، برای کسی که لم یکن نباشد اهله، خانوادهش، حاضر المسجد الحرام، ساکن مسجد الحرام نباشه، اما بر از اونا بازی حکم نیست. واتقوا الله، و شما بترسید از الله، و اعلموا، و بدانید، ان الله، یقینا که الله، شدید العقاب، بسیار سخت عقوبت کننده هست. یعنی اگر کسی شریعت الله را تطبیق نمیکنه، مخالفت میکنه، باز الله اینا را سخت عقوبت میکنه. دیگه الحج، و حج کس میگه اشهر معلومات. آیا ما حج هر وقت کرده میتونیم؟ میگه نه خیر، حج ماهای چی داره؟ مشخص داره، معلوم داره. فمن، پس هر کسی که از شما، فرض فیهن الحج، فرض، اینجا فرض به معنای نیت حج فرضی است. یعنی اگر یک کسی بالای خود نیت حج فرضی کرد، فیهن، در امین ماها، یعنی در ماهای حج، الحج، حج را نیت کرد، فلا رفث، پس انسان حاجی که است باید رفث چی است؟ سخنان ناشایسته نگوید، یعنی هم نزدیکی با همسرش، تعرض به او با سخنها یا سخنان فحش با حاجی های دیگر، یا این گپای زشت، این گپا را باید نگوید. یعنی همیشه عبادت های اسلامی
چسبیده هست با چی؟ با اخلاق. باید لباس بسیار خوب داشته باشی. بعضی کساس مثلا کت لباس خو نماز میخوانن، تو کت الله ملاقات میکنی، باید لباس بسیار خوب پاکت بپوشی، عطر بزنی در مسجد بیت الله که میاییم. و اینمی قسم در حج هم وقتی که میرین این هم باید چی باشه؟ به همراهش ادب باشه. ادب حج است که لا رفث، سخنان فحش با همسر خود گفتن یا را باید نکنی، حرکات و اعمال. ولا فسوق، و سخنان فاسقانه. سخنان فاسقانه چی است؟ که کسی که حاجی است یا امرای تو هست یا کسی که در طیاره هست یا کسی که خدمتگار است که از قال مقال و دشنام و دو و فلانی، مثل که بسیاری کساس امی قرآن نمیخوانن، وقتی که به حج میرن تا که از حج یک 10 جنگ خو در مجریان چی میکنن؟ جنگ میکنن. پس الله متعال میگه فلا رفث ولا فسوق، سخنای فاسقانه هم نزنین، ولا جدال، جنگ و جدال هم نکنین فی الحج، در حج. و ما تفعلوا من خیر، و هر کار و هر چیزی که انجام میتین، و ما تفعلوا، و آنچه که انجام میتین من خیر از اعمال نیک، یعلمه الله، الله متعال او را بسیار خوب میدانه. و تزودوا، و مصرف و توشه بگیرین. بعضی کساس به حج میره دست خالی، باز اونجا که رفت اگر یک دانه قوطی خرما خیرات بود، بازی دیگه خودش میلیونر است دیگه، مردم ها رو ببینه که برش مردم خیرات هم میاره نمیگیره. از ما و شما کس ببینه که دویدن از بی آجی و آجی دیگه کجا میده، این سبیل است باز نامشه، و مردم میگه ما فی سبیل الله میتیم. برای کسی که یعنی ضرورت داشته باشه. بازیا کس میدون حق یک نفر چی حق 20 نفر میگیرن. اینه من خودم به چشم خود دیدم. الله متعال میگه و تزودوا، شما وقتی که به حج میرین، اول خو حج سر غنی فرض است، سر فقیر نیست. وقتی که فقیر هستی کی سر تو فرض کرده که به زور میری؟ هیچ نرو، سر تو فرض نیست. و وقتی که تو غنی بودی، باز امرایت مصرف حج طبیعی که باز اونجا به گدایی و خیرات نیازمند نشی که باز در قطارهای خیرات، اگه خیرات هم میته برای فقرای از اون میته، یعنی اونجا در اونجا خیرات میته زیادتر برای کی است؟ برای اون فقرای حرم است. مردمای هستن لنگولاش غریب بیچاره، مردم از جای دور آمدن برای نیت حج نآمدن، اونجا مسکین هستن، برای خیرات و گپا هستن. تو حاجی هستی، تو باید عمود زاد و راحلیت داشته باشی، مصارف داشته باشی، متوجه هستی، تو باید بر دیگران صدقه بدی. فإن خیر الزاد التقوا، بهترین توشه هایتان چی میباشه؟ انسان توشه های مادی میگیره و معنوی میگیره، و بهترین توشه انسان مسلمان چی است؟ تقوا هست. تقوا چی است؟ که تو مال، حتی مال فقیره، یعنی انسان مسلمان باید حتی خیرات حق فقرا را نخوره. تو یک نفر در خیرات میخوای برش بگو همین خیرات حق مسکین است، برو به فقیر بده، چرا برام من میتی؟ یگان تا میگه نه همین خیرات که بود 10 قدم بدو. اینا ما چم از بنی اسرائیل گرفتن، از یهود گرفتن، از چی گرفتن؟ در اسلام نیست این قسم. در اسلام حتی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی سلمان فارسی میگه از معجزات از این پیغمبری بود که صدقه را نمیخورد. وقتی که سلمان فارسی پیش رسول الله صلی خرما را آورد که باز ببینه که آیا پیغمبر این صفت داره، این صفتش در کتابای قبلی نوشته شده بود که پیغمبر آخر الزمان خیرات خور نیست، خیرات نمیخوره، صدقات نمیخوره. متوجه هستین؟ وقتی که اونا آمدن برش که خرما را آورد، سلمان فارسی رو پرسان گفت از صدقه ام هدیه؟ رسول الله گفتش این صدقه است یا مت توفه است؟ هدیه آوردی؟ گفت نه صدقه هست. رسول الله گفت بهمون مهاجرینه که فقیر بودن بر از اون داد، خودش هیچ نخورد. با سباش باز آورد، رسول الله پرسان شد گفت که صدقه است یا هدیه؟ گفت نه رسول الله صدقه نیست، یا مت یک توفه است برای شما بگیرین. رسول الله خودش هم خورد، برای دیگران هم داد. پس ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرات و خیرات خور و صدقات دیگه پاره خودش نمیخورد. حتی یک روز حسن رضی الله تعالی عنه میگه شیشته بود، خود ترک بود، یک دانه خرما افتاده بود میره دادان خود کرد. رسول الله صلی میگه برش گفت کخن کخن، اتبار مثل ما شما میگیم کیخ کیخ، نه رسول الله گفت کخن کخن. او سکوت از این دانش کشید، میگه گفتن یا رسول الله این چیکار بود؟ گفت کی به خاطر از اینکه نباشه که می یک دانه خرما خرمای زکات باشه و این اولاده ما پاک هستن، نباید این زکات و گپا را بخورن. یعنی انسان مسلمان باید چی باشه؟ دست بلند باید باشه. مسلمان باید خودش صدقه بده، خودش، خصوصا کسی که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم میشینه نباید خیرات خور باشه، نباید دستش به دیگران دراز باشه، خودش حتی مزدوری بکنن. یعنی صحابه، تابعین، تابعین، علمای بزرگ که شما ببینید کلشان کسب داشتن، کمال داشتن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دکان چی داشت؟ بزازی داشت، حتی به شاگردای خود مصرف شیء میداد. اینقدر
مثلا زحمت میکشیدن، کار میکردن و بار دوش جامعه نبودن که اینا بیشترن به خیرات و صدقه و ایگا پا بخورن. و تزودوا و شما مصرف توشه بگیرید، فان خیر الزاد، باز بهترین توشه برای یک مسلمان چی است؟ التقوا، تقوا هست که تو باید دستت به حرام، به چیزی که الله برات اجازه نداده به او دراز نکنی، چشمت به طرف حرام نبینی، گوشت باید حرام نشنوه، موسیقی را نشنوی. میفهمی که گپای حرام است. بهترین توشه بر الله تقوا هست. واتقونی، والله متعال میگه که از ما بترسین یا اول الالباب، ای کسانی که شما صاحب قلب سلیم هستین. اول الالباب مردمایی که قلب چی دارن؟ سلیم دارن. لیس علیکم جناح، باز اگر شما در حج رفتین، یک کسی میگه من خو اصلا نیتم حج است، میرم به قصد عبادت و فرضیت فرضی که از جانب الله هست، حالا اگر من در جریان ازمی یگان تجارت میکنم، یگان طلا میخرم، یگان توفه میخرم، الله متعال میگه لیس علیکم جناح، این پروا نیست بالای شما، نیست علیکم بالای شما جناح گناه، ان تبتغوا، این که شما طلب بکنین فضلا تجارتی در هنگام حج، من ربکم، از جانب پروردگارتان. یعنی اگر نیتتان اصلا به خاطر رضایت الله باشه، باز در جریانی از اگر شما باز تجارت هم کردید پروا نمیکنه. فاذا افضتم، پس وقتی که شما افاده به معنای حرکت کردن است، فاذا افضتم، پس وقتی که شما حرکت کردید، من عرفات، از ساحه عرفات به طرف مزدلفه، آجیا که شام شوه، از تا شام آذان شام در کجا می باشن؟ در ساحه عرفات می باشن. شام که شد آجی صاحب حرکت میکنن به کدام طرف؟ طرف مزدلفه میرن. فاذا، پس هنگامی که افضتم حرکت کردین، من عرفات، از ساحه عرفات به طرف مزدلفه، فذكروا الله، پس یاد کنین الله متعال عند المشعر الحرام. مشعر الحرام در کجاست؟ در مزدلفه هست. یک مسجد هم هست، مسجد المشعر الحرام. باز میگه شما در اینجا چی کنین؟ شما باز در اینجا چی میکنین؟ الله را یاد کنین. یعنی در اون وقتی که سختی ها اونجا که آدم حرکت میکنه بسیار مانده و ذله میباشه، میگه در این مشعر الحرام در این منطقه ذکر و طاعت و عبادت الله را بکنین. واذکروه، و شما یاد کنین الله را کما هداکم، همون قسم که شما را هدایت کردن. یعنی حتی ذکر که میشه باید به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم شود. ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ ذکری را نکرده که نام الله را به تنهایی گرفته باشه، گفته باشه الله الله الله، این قسم نمیگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفته سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اکبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس الله متعال میگه که واذکروه، شما وقتی که الله را یادم میکنین، ذکر میکنین، همون قسم ذکر کنین کما هداکم، مثل که شما را چی کرده؟ هدایت کرده. چرا؟ هدایت در قرآن و سنت است، راهنمایی. اما اگر از دل خود اذکار جور کرده میرین، بسیاری وقتا بعضی اذکار هست که در بین از خود ذکر شرکیات است، بدعت هاست، الفاظ است که به جلال و عظمت رسول الله سم، جلال و عظمت الله شایسته است و بر رسول الله سم بعضی اوقات افراط و تفرید میشه. پس وقتی که شما اگر ذکر میکنین، اگر درود میفرستین، اینو چی کنین؟ عمو قسم بکنین که الله شما را هدایت کرده. الله چه قسم ما را هدایت کرده؟ در قرآن برای ما بیان کرده، در احادیث رسول الله هم بیان شده. و این کنتم، و اگر شما بودید، من قبل ازی لمن الضالین، از جمله کسایی که بی خبر بودین. شما قبلا احکام نمیفهمیدین، وقتی که نمیفهمیدین هر کاری که کردین، لکن حالی که احکام الله را فهمیدین مطابق قرآن و سنت زندگی بکنین. ثم سپس افیدو، باز حرکت بکنین. مثلا حالی که از مزدلفه چی میشه؟ از مشعر الحرام باز دیگه مزدلفه حرکت میکنن، میان طرف منا که اینجا باز ابو جمرات زده میشن. ثم سپس افیدو، شما حرکت بکنین، من حیث، از همون جایی که افاد الناس و مردم حرکت میکنن تا صبح اینجا میباشن. همین صبح مجردی که همین آفتاب برآمد، باز آفتاب برآمد دیگه از مشعر الحرام از مزدلفه حرکت میکنن، میرن به طرف منا، به طرف جمرات. همون قسمی که افاد الناس حرکت میکنن مردم. لکن در این وقتی که شما حرکت میکنین قصه نکنین، در موبایلایتان ساتری نکنین، فیسبوک نکنین. بسیاری کسا رو ببینید در اونجا هم همین اوامر الله را اطاعت نمیکنن، در اونجا میبینید تق 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 عکس گرفته میره. متوجه هستین؟ میگه که چی کنین؟ اونجا هم که مردم حرکت کردین، واستغفر الله، طلب مغفرت از الله بکن. جاهایی است که دعا پذیرفته میشه، دعا قبول میشه. شما استغفار توبه بکنین، استغفار بکنین، به الله رجوع بکنین. چرا که وقتی که به حج آمدی به این قصد آمدی که الله متعال گناههای تو را چی کنه؟ ببخشه و تو پس بگردی. مثل که یک حاجی مثلا وقتی که
از حج پس میگه همین قسم عبادت باید بکنه که مثل که نو مادر شده تولد از مادر تولد شده، کل گناه های خود توبه بکنه. و این چه قسم میشه؟ وقتی که انسان استغفار بکنه، توبه بکنه، گریه بکنه، در اون اماکن بگه پروردگارا اینجا جایی است که پیغمبرها بودن، اینجا جایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم توبه کرده استغفار کرده، اینجا صفا هست، مروه هست، هر منطقی که از بیت الله شریف است مثلا بهترین دعا مثلا در پیش بیت الله شریف است، بهترین دعاهایی که قبول میشه، جای قبول مثلا روز عرفه در ساحه عرفات است، باید کل زیادم چی کنه؟ کل زیاد. بعضی حاجی‌ها رو ما میدیم قرار شیشتن فکایی میگن، قصه میکنن، چای میخورن، شام میشه، روز مکمل تیر میشه، یک دفعه استغفار نمیگن. یعنی پس الله متعال میگه واستغفر الله، شما طلب مغفرت از الله بکنین از گناهایتان، ان الله غفور رحیم، یقینا که الله متعال غفور بخشاینده گناه ها هست و رحیم و الله متعال چی است؟ مهربان است. حال اقسام مردم الله متعال بیان میکنه در عبادت ها در آیات 200 و بعد سوره بقره. در اینجا الله متعال میگه فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که شما قضیتم، اینجا قضا به معنای ادا هست، یعنی قضیتم ای ادیتم، یعنی وقتی که فاذا پس هنگامی که قضیتم ادیتم ادا نمودید، مناسککم، مناسک به معنای منسک، مناسک یعنی عباداتکم، وقتی که شما انجام دادید عبادت هایتان را، فذکر الله، باز یاد بکنین عبادت الله را بکنین. در کجا؟ اما تا عبادت الله را بکنین که ذکرکم آباءکم. بعضی مردم اونجا که میره با صفت پدرای خود شروع میکنن که پدرای ما ات پدرای خوب هستن یا چطور هستن. شما باید الله را زیاد یاد بکنین، بس کنین توصیف پدرتان را، الله را یاد بکنین، او اشد ذکر، یا از او کده هم زیادتر چی کنین؟ یاد بکنین الله را. الله را باید محبتش در قلبتان زیاد باشه از هر کسی دیگه کرده. فمن الناس، پس بعضی از مردم ها، من کسانی هستند که یقولو میگویند ربنا ای پروردگار ما، آتنا بتی برای ما فی دنیا، در دنیا، یعنی پروردگار همیشه دعا میکنن که پروردگار موتر بر ما بتی، خانه بر ما بتی، زندگی بر ما بتی، تمام هوش و فکرش طرف چی است؟ طرف دنیا هست. الله متعال میگه وقتی ای تنها دنیا را میخواه، الله متعال رسول الله میگه که هر کسی هر چی که بخواه الله برش میده و ماله، لکن باز نقص، چی نقص میکنه؟ چون کل هوش و فکرش و نیتش و هدفش دنیا هست. الله میگه و ماله فی الاخرت من خلاق، باز برازی در آخرت هیچ خلاق اینجا به معنای نصیب هست، یعنی کدام قسمت و نصیب در آخرت برازی نمیباشد. اما بعضی طایفه مردم، قسم دو مردمایی هستن که تعادل ایجاد میکنن. تعادل در چی هست؟ بعضی مردم ها هست بیخی دنیا را ترک میکنن، میگه ما دنیا را ترک کردیم، ازدواج نمیکنیم، لباس خوب نمیپوشیم، موتر نمیخریم، غذای خوب نمیخوریم. این هم مخالف شریعت الله هست، این هم افراط و تفریط است. بعضی کسا باز افراط در دنیا پرستی میکنه، کل هوش و فکرش در چی هست؟ در دنیا هست. بعضی کسا بیخی دنیا را ترک میکنه، مثل راهبای هندویزم، مثل کشیش های نصرانی که یا میگه ما هیچ ازدواج نمیکنیم، ما کالای خراب میپوشیم، حتی سر آتش را میرن. این افراط است. یک تعداد دیگه باز افراط در چی میکنن؟ در دنیا میکنن. کل هوش و فکر جمعی است که خانیم چه قسم شوا، موتر چه قسم شوا، این موتر چطور روز بروز. اینست. اما وسطیت چی هست؟ در اسلام هست. اسلام میگه که شما باید تعادل بین دنیا و آخرت ایجاد بکنین. این تعادل چه قسم میشن؟ و منهم، و کسانی هستن مؤمنان حقیقی که متعادل هستن، مسلمان وسط هستن. من کسانی هستن که یقولو میگوین ربنا ای پروردگار ما، آتنا فی الدنیا حسنه، بر ما نیکی های دنیا را هم نصیب کن. پروردگارا بر ما علم خوب نصیب بکن، شناخت خوبی از قرآن نصیب بکن. پروردگارا بر ما مثلا تکنولوژی خوب نصیب بکن که ما از دین خود، از اسلام خود، از سرزمین مسلمان ها چی کرده؟ دفاع کرده بتانیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، تمام حسنات دنیا را پروردگار نصیب ما بکن. و فی الاخرت، و در آخرت هم حسنات آخرت بر ما نصیب بکن. حسنات آخرت چی هست؟ یعنی نجات از عذاب دوزخ، نجات از عذاب قبر، نجات از عذاب صراط، نجات از عذاب قنطره. یکی صراط است، یکی قنطره. صراط هم پل صراط هم میگن که اینجا قصاص حق الله گرفته میشه. قنطره که به توی است، او چی را میگن؟ اونجا ادامه پل صراط یک پل دیگه هست یا یک میدان دیگه هست که باز اونجا حق بنده ها از بنده ها قصاص گرفته میشه. یک کس را توهین کردی، یک کس را تحقیر کردی، یک کس را مالش خوردی، دیگه نالی میگه پروردگار بر ما هم حسنات دنیا را نصیب بکن و هم حسنات آخرت را. و قنا، و ما را وقایه بکن پروردگارا. قی به معنای وقایه کردن است.
و پروردگارا وقایه کن ما را عذاب النار، از عذاب آتش دوزخ. اولایی که الله متعال میگه همین گروه مردم که هستن، امی کسایی که وسطیت بر بین دنیا و آخرت حفظ میکنن، اولایی که بر از اینا لهم برایشان است نصیب و مما کسبوا، از آنچه که کسب کردن. والله و الله متعال سریع الحساب، زود حساب گیرنده هست. الله متعال میگه واذکر الله، هنوز هم مسائل حج است، میگه واذکر الله و یاد کنید الله متعال را فی ایام، در روزهایی که معدودات عددش تعیین کرده شده هست. معدودات یعنی عددش تعیین شده هست. فمن، پس هر کسی که تعجل عجله کرد فی یومین، مثلا بعضی ها هستن بعد از روز عید 2 روز 3 روز جمعرات است، بعضی ها 2 روز جمعه میزنن، بعضی ها 3 روز. این حال الله متعال میگه فمن تعجل فی یومین، اگر کسی عجله کرد در 2 روز، همین 2 روز جمعه را زد، باز آمد پس لباسای خود دیگه به طرف هتل خود آمد دیگه، فلا اثم علیه، پس بالای از هم گناه نیست. و من تأخر، و اگر کسی تأخیر کرد مثلا روز سوم هم جمعه زد، فلا اثم علیه، بالای از هم گناهی نیست. یعنی اردوش جایز است. لمن اتقى، البته به شرطی که انسان خودش چی داشته باشه؟ تقوا داشته باشه. و علموا، و بدانید انکم، یقینا که شما الیه تحشرون، به سوی الله متعال حشر کرده میشین. در روز قیامت کل شما جمع میشین و به طرف الله حشر میشین. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسانی هستند یعجبک، که تو را در تعجب میپرته. آل الله متعال صفاتی از صفات منافقین بیان میکنه. صفات از منافقین چی هست؟ میگه منافقی چی صفات ها داره که ما او را بشناسیم، خود ما در این صفات مبتلا نشیم، و اگر کسی این صفات داشته باشه باید بفهمه که این منافق است. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسانی هستند که منافق هستند. یعجبک، بسیار خوشت میآید، قوله، سخنایش، بسیار خوب سخنرانی میکنه، بسیار خوب چی است؟ سخنران است، خوب نطاق است، خوب گوینده هست، سخنهای بسیار خوشت میآید. فی الحیات دنیا، در مسائل امور زندگی دنیا. و یشهد الله، باز شهادت میده، شاهد میگیره الله را، شاهد میگیره. شهد یشهدو، که خود شهادت میده. اشهد یشهدو، که چی میکنه؟ شهادت شاهد میگیره. اشهد فلان، یعنی فلان شخص شاهد خود گرفت. ای چی میکنه؟ و یشهد الله، و شاهد میگیرد الله متعال را علی ما فی قلبه، بر آن چیزی که در قلبش است. الله متعال میگه و هو الد الخصام، یک صفت بسیار زشت چی است؟ که او بسیار بدترین خصومت کننده هست. یک حکم شریعت که برای منافق بگویی، 1 ساعت که جرا بحث میکنه، بسیار تندی میکنه، بسیار گفتگو میکنه، عشق ندادیش نمیتونی، در ناقی گپا هم تو محکم گرفته میره. بسیار که دلیل پیدا نشد، باز میگه خب این مرا چرا خداوند انسان پیدا کرده؟ یا سبحان الله، خیلی چی پیدایت میکن؟ خب گوسفند پیدایت میکرد، باز میگه چرا خیمه را گوسفند پیدا کرده؟ خیلی چی پیدایت میکرد؟ مقصد چی است؟ همین تو خصومت کننده است. یه وقتی درس قرآن بشنوه، یک آیت که برش بخوانی، دم یک آیت 3 ساعت استادت میکنه، اینقدر جنجال میکنه، اینقدر آزارت میده. الله متعال میگه که چی است؟ این بسیار الد الخصام است. و در صحیح البخاری یک حدیث است، مادر ما و شما، مادر مسلمان ها، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که مادر ما و شما هست، این حدیث شریف در صحیح البخاری بیان میکنه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ابغض الرجال الی الله، بدترین اشخاص به نزد الله الالد الخصم، انسانی که بسیار مجادله و بسیار گفتگو و مناظره و این چیزا را میکنه. کشت میگن تو بیا که ما تو یک مناظره بکنیم، برو بیادریم، تو عالم هستی، تو دانشمند هستی، 1-4 نفر نماز یاد بدی. نه نماز که نمیخوانم، ما برو چی کنم؟ بان خدا دوزخ بره، ما که تو معلوم میکنم. انا لله و انا الیه راجعون. فقط امی ابو لهب واره میگه رسول الله صلی الله علیه و بازار مکه میگشت، به مردم سلام میکرد ایها الناس قولوا لا اله الا الله، بگوین لا اله الا الله تا که کامیاب شویم، تفلحوا. باز میگه میلا ابو لهب از پشت او مردم گپ پذیر گوش نگیرید. این ساوی حالا وابی میگن، نه اون وقت بس سواد بود، حالا بواب شده. بازو کل مردم خب تو چیش میشی؟ من کاکایش هستم. باز مردم او خیلی کاکای دیگه گپ میزنه، البته این دیوانه هست، یه حسابش خراب است. یعنی بعضی کسامو صفات چی رو میگیره؟ صفات ابو لهب میگیره. و اذا تولى، باز میگه وقتی که از پیش تو رفت، آل دیگه مناظره خلاص شد، خوب طرف دلت کفاند، دلت از زندگی سیاه کرد. بعضی کسا همین دل آدم از زندگی سیاه میکنه.
باز و اذا تولا، باز وقتی که روی خود گشتان از این حلقه درس، از اینجا رفت از اینجا رفت، سعی فی الارض، با سعی میکنه در زمین، لیفسد فیها، تا فساد کنه در زمین. با چی؟ بالمعاصی والکفر والفتنه، باز با گناه ها. باز کمو رسال کنی دیگر روز که خودش در مجلس موسیقی شیشته، خودش ببینه که در رقاص خانه شیشته، خودش زیر دول شیشته، خودش ببینه در مجالس لهو و لعب شیشته، باز فساد میکنه در زمین. و یهلک الکت، کافرها باز تو بغل میده، تو بازور ماچ میکنه، تو رو باز آغوش خود میگیره. این مسلمانه باز کافره که ببینید که از بسیار خوب دوستی دارن دیگه. الله متعال میگه بازی باز چی میکنه؟ لیفسد، تا فساد بکنن، فیها، در امیز زمین. یعنی زمین توسط گناه و کفر زمین فاسد میشه. هر وقتی که در زمین گناه زیاد شد فساد است، جرم زیاد شد فساد است، مرض ها زیاد است. حالا هر قدر که زنا زیاد شده میره، هم جنسگرایی زیاد شده میره، به مو اندازه HIV در جهان نشر شده میره. به همون اندازه گناه زیاد میشه، تعداد پودری و تعداد شرابخور، تعداد دلوای سرک سعی کنیم مردم چرس میکشن. فساد است در روی زمین. و یهلک، و وقتی که فساد زیاد شد، این سبب چی میشه؟ باز هر سام هلاک میشه، نسلام هلاک میشه. هرس چی مونه؟ باز الله متعال امو هلاک میشه. الحرس کشت و زراعت، باز 1000 جریب زمین داره، آب الله سرشان قطع میشه. چرا؟ در جایی که گناه زیاد شد رحمت الله قطع میشه. و نسل هم قطع میشه، حیوانات هم از بین میره دیگه، مثلا نسل انسان ها هم از بین میره. والله متعال لا يحب الفساد، فساد خوش نداره. ایناله و اذا قیل له، باز امی انسان منافق وقتی که قیل گفته شو له اتق الله، از الله بترس، امی کارا را نکن، امی اختلاف زیاد نپرتو، امی جنجال زیاد نپرتو. کل ما و شما مسلمان هستیم، لا اله الا الله میگیم، محمد رسول الله میگیم، صف مسجد خراب نکن. 4 جوان مسلمان که همیشه به نماز میاد، دل از میاد از دین و از ایمان داری سیاه نکن. باز میگه اخذته و اذا، و هنگامی که قیل گفته شد له بر زمین انسان منافق اتق الله، از الله بترس، نکن می کارا را. اخذته العزت، باز میگیره ایره غرور، بالاسم، به گناه ها. بازی دیگه باز به این گناه های خود غرور میکنه. خب میکنیم که میکنیم، آزادی بیان است که ما این گپا را میزنیم، این آزادی بیان است که ما سر شما انتقاد کنیم، سر پیغمبر انتقاد کنیم، سر قرآن انتقاد کنیم، سر ملائکه انتقاد بکنیم، سر دین انتقاد بکنیم. این آزادی بیان است. آزادی جنس است که ما خوب هستیم که گرلفرند داریم و بای فرند داریم. We are free. This is freedom. این صاحب شروع میکنه برات. ما فلسفه میخوانیم، آزادی هست، ما عقل داریم، ما عقلگرا هستیم، ما فراتر از عقل چیزی را نمیپذیریم. اخذت الله متعال میگه این صفت از این مردم هاست که باز اینا را میگیره، امی غرور بالاثم، به گناه. الله متعال میگه چیگر خون نشین، فحسبه جهنم، کافیست بر ازی آتش دوزخ، ولبئس المهاد، بسیار بد جایگاه هست. الله متعال میگه باز به این قسم انسانای مغرور و متکبر و بیدین و فاسق و منافق، الله متعال میگه جهنم است. با نشک 4 روز دنیا که است، ما برای فرعون هم، برای لشکرهای فرعون هم چند وقت دادیم، برای هامان و لشکرش هم چند وقت فرصت دادیم، برای ابو لهب و ابو جهل هم فرصت دادیم، لکن یک دفعه ان بطش ربک لشدید، باز که الله یک دفعه گرفتش باز خوب زدن میکنیش، باز خدا شور دادن نمیتونه. و بسیار بد است امی آتش دوزخ. و من الناس، و بعضی مردم اینال در مقابل از صفات مؤمنین بیان میکنه. انسان مؤمن موحد یکتا پرست کی هست؟ میگه و من الناس، و بعضی از مردمان، من کسانی هستند، یشری نفسه، که ای میفروشد نفس خود را، ابتغاء مرضات الله، به خاطر هدف ابتغاء، چی میگم؟ به خاطر یا به هدف به دست آوردن چی؟ مرضات الله، رضایت الله متعال. ان الله اشترى من المؤمنین، الله متعال در قرآن در آیات میگه الله خریده هست از مؤمنان انفسهم، نفسهایشان، جسم موت را الله خریده، و اموالهم، و مال ما و شما از الله هست، بان لهم الجنه، در مقابلش الله چی میته؟ جنت میته. پس میگه الله مسلمانای واقعی کسانی هستند که جسم خدا، نفس خدا به خاطر رضایت الله فروختن، وقتش برای الله هست. همین از صحابه الله چرا راضی شد؟ به خاطر که صحابه 3 سرمایه داشتن، هر 3 سرمایه خدا برای الله تخصیص دادن. هر مسلمان 3 سرمایه دارن. سرمایه اولش مالش است، سرمایه دومش جسمش است، سرمایه سومش وقتش است. جسمش و انرژیش یک سرمایه، مالش دیگر سرمایه، و وقتش
دیگه سرمایه شد. عرصه سرمایه خود برای کی میدادن؟ خاص برای الله متعال میکردن. و من یشری، کسایی هستند که میفروشند نفس خود را ابتغاء به هدف به دست آوردن مرضات الله، رضایت الله متعال. والله و الله متعال رؤوف بالعباد، بسیار مهربان است الله به بنده های خود. هر حکم الله نشأت از چی میکنه؟ از رحمت و مهربانی الله میکنه. وقتی که الله یک حکم میکنه به خاطر مهربانیش بالای بنده ها است. یا ایها الذین، الله متعال یک حکم بسیار بزرگ خطاب میکنه برای بنده های مؤمن. ای مؤمنا، شما اینا منافق هم شناختین، متدینین هم شناختین، حالا شما چی وظیفه تان چی بکنین؟ میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ادخلوا، داخل شوین، فی السلم کافه، در اسلام مکمل. اینجا علما میگه که در ادخلو که است کافه است، میگه یعنی مکمل. بعضی میگه حال است برای واو، یعنی تو انسان خود داخل شو با تمام اعضای بدن در اسلام. و تو نباشه که زبانت، قلبت بگی مسلمان هستم، زبانت باز زبان کافری باشه. چشمت مسلمان از دستت بیدین. ادخلوا فی السلم کافه یعنی ادخلوا بکافت اعضائکم فی الاسلام، با تمام اعضایت. چشمت مسلمان باشه. چشم مسلمان کدام چشم است؟ که مطابق امر الله حرکت میکنه. گوش مسلمان کدام است؟ گوشی که مطابق احکام الله میشنوه. زبان مسلمان کدام یکی است؟ زبانی که خود زبان مسلمان باشه. متوجه هستین؟ زبانت باید مسلمان باشه. زبان چه وقت مسلمان میشه؟ که چیزی میگه که از او الله راضی میشه. قلب مسلمان کدام قلبی هست؟ که در او محبت الله جای داره، خوف از الله، امید به الله هست. دست مسلمان کدام یکی است؟ که با او کار را میکنی که الله برات امر کرده. این قسم تمام اعضای بدنت. و یا هم میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یعنی شما داخل شوین در تمام بخش‌های اسلام. رسول الله میگه که الایمان و بدء و 70 شعبه، ایمان 70 و چند بخش داره. بعضی کساست که یک بخش اسلام گرفت، شیطان میگه تو دیگه خلاص رسیدی، توی ذکر میکنی، ماشاءالله تو ذاکر هستی، سر تو دیگه هیچ گپ نیست، تو جنتی درجه هستی. یک کسی دیگه مثلا دعوت میکنه، اوه میگه همین تو که دعوت کردی تو دیگه کامل هستی. یک کسی دیگه، هر کسی یک عبادت گرفته دیگه به اون شیطان او را مغرور میسازه. الله رسول الله میگه که ایمان 70 و چند شعبه داره، مثل یک درخت است که 70 و چند شاخه داشته باشه، مثل یک وزارت است که دارای چندین مدیریت و ریاست است. تو باید در کل ازیا چی شوی؟ فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. شما امی شعبات ایمان کلش باید یک جدول پیش رویت پرتی که 70 چند شعبه ایمان است. این حال دمی 70 چند شعبه ببین که در کلش تو 100 بردی، اگه 100 نبردی 80 خوبه بر، اگه 80 نبردی 55. همین چیزا خوب پورا کو کریدت. یک نفر است در یک مضمون خوبه تو 100 است، در دیگه مضمونش چی است؟ 0 0 0. در دیگه شعبات ایمان هیچ حرکت نکردن. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ادخلوا، داخل شوین، فی السلم، در اسلام، کافتا یعنی مکمل داخل شوین. ولا تتبعوا، شما متابعت نکنین خطوات شیطان، از گام های شیطان. گام های شیطان چی است؟ که شیطان تو را دمی بعضی عبادت ها مغرور میسازن. یک نفر فقط یک کمک نمازش جور شد، دیگه مغرور میشد که دیگه من تو خوب نماز میخوانم. همین دیگه را کسی کنی که کلگی نمازش خراب است، شیطان میگه شکارت کردم. الله میگه تحت تاثیر خطوات شیطان نرین. اگر یک عمل خوب داشتی باید ببینی که دیگه اعمالت هم تکمیل کنی. اگر تو کل شعبات ایمان پیش رویت بانی و کلش خدا نمره بتی، یک روز من شعبات ایمان حساب کردم، در 6 مضمون خودم ناکام بودم، 0 داشتم. گفتم یا الله استغفر الله. تو الان میترسم از شعباتی که از پیش ما خطا خورده. بسیاری شعبات از پیش انسان چی میشه؟ خطا میخورده باشه. الله متعال میگه ولا تتبعوا، و متابعت نکنین از خطوات شیطان، گام های شیطان. شیطان چی میکنه؟ شیطان، پروژه شیطان چی است؟ پروژه شیطانی است که آهسته آهسته تو را میخواد که گمراه بسازه. اول در صغایر داخلت میکنه. درت میگه خود گناه که کوچک است، خود صغیره است، خود پروا نداره. وقتی که از صغایر تیر شد میاد کبایر، باز گناه های کبیره مبتلایت میکنه. وقتی که یک چند گناه کبیره هم سرت کرد، به تفاوت شد، بعد از میاد تا چیز در شرک و کفر مبتلایت میکنه. در گناه های صغیره
محتاط باش. نقشه شیطان هیچ کمی فهمیدی که این نقشه شیطانی است، دو از او خدا نگاه بکن. ولا تتبعوا و متابعت نکنین خطوات شیطان، گام های شیطان را. انه یقینا که شیطان لکن برای شما عدو دشمن مبین آشکارا. فان زللتم پس اگر شما لغزش نبودید من بعد از این که جاءتکم آمد بر شما البینات و دلایل واضح و روشن، فاعلموا پس باید بدانید که ان الله یقینا